بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین هست و بعض علما اعلام الموقعین میخونن و آیدی همین اعلام الموقعین هست یا اعلام الموقعین هست، یعنی در داخل کتاب بحثی علاهیده هست. علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه گفتن که اعلام الموقعینش درست است گفتن. و این کتاب ببینید در این نسخه، در این طبعه عبارت از 6 جلد است. طبعه که با اشراف علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه زیر آثار امام ابن القیم جوزیه به طبع رسیده است، تحقیق شده است و تحقیقش هم بسیار تحقیق عالی، تا این وقت به این درجه تحقیق نشده بود کتاب و طبعش هم بهترین طبعه هست. این کتاب آید علم اصول فقه است و مقاصد شریعه هست و اسرار شریعت هست. حتی بعضی علما میگفتن که کتاب اسلام اعلام الموقعین هست. حتی بعضی علما 40 مراتبه این کتاب رو درس دادن در حیاتشون و بعضی علما عادتشون چنین بوده است که اعلام الموقعین رو از ابتدا شروع میکنن، همین که خوانده تمام کردن با از ابتدا شروع میکردن. و بعضی علما گفتن که کسی که همین کتاب رو نخواند از علما و طالب علم، در علم او نقص است، کمبودی هست، برای اینکه آن معلومات هایی که در این کتاب هست در دیگر جای یافته نمیشد. گفتن واقعا درست گفتن. بسیار کتاب بهترین است، توصیه میکنیم که برای طالب علم گرید خوانید، معناهایش را درک کنید. الله اعلم.